بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، امام مسلم رحمت الله علیه حدیثی رو روایت میکند که پیامبر علیه السلام به صحابه خود میگن که آنهایی که پیش از شما بودند یک شاه داشتند، یعنی مردمانی که پیشتر از شما زندگی میکردند یک شاه وجود داشت و آن شاه یک جادوگری داشت. جادوگر وقتی که پیر میشود برای شاه میگوید که من دیگر پیر شدم، وقتی مردنم نزدیک است، چی میشد که یک جوانی را برای من میآورد تا که علم جادو را برای وی تعلیم دهم. پادشاه یک جوانی را میآورد و به شاگردی به این جادوگر میدهد و این کودک و نزد جادوگر میرفت، میآمد درس میگیرید و در راه با یک راهب شناس میشود و اون راهب برای او تعلیم دین میداد، تعلیم عقیده میداد. و وقتی که هنگام رفتن کودک در نزد راهب کمتر می ایستاد، به ساحر دیر میکرد، جادوگر او را میزد، میکفت. بعد آمد شکایت کرد، گفت که جادوگر مرا زده ایستاده است برای اینکه من دیر میکنم. گفت که اگر گفت برای جادوگر رفتی گفت که مرا خواننگی هم کمتر کار فرمودن دیر شد. اگر خواننگات پرسن گفت که جادوگر مرا کمتر داشت برای من دیر شد. خلاص به همین شکل رفت آمد میکرد. روز در راه یک حیوان بزرگ را دید که راه مردم را بسته است، مردم گذشته نمیتوانند. اینجا این کودک گفت نکن حاضر من خواهم فهمید که آیا راهب در راه حقیقت است یا اینکه جادوگر. اینجا سنگ را میگیرد و میگوید که ای الله تعالی، اگر همین راهب در راه حق باشد همین حیوان را از راه مردم دور کن، و سنگ را میزند و حیوان دور میشود و اینجا دیگر درک میکنه که راهب در حق است. وقتی که آمده نزد راهب این قصه را بیان بکند، راهب میگوید که تو به یک درجه رسیدی دیگر و در آینده تو را امتحان خواهند کرد، تو را به بلا گرفتار خواهند کرد. بعد اون که این خبر منتشر می شود و هم کودک دیگر به یک مرتبه میرسد، به اصطلاح دیگر مردم را شفا میبخشید، سبب شفای مردم میشد با دعای خود، با نیایش خود. و خبر به وزیر میرسد که کور بود و در درگاه پادشاه خدمت میکرد و نزد کودک میگوید که تو مرا شفا ده. کودک میگه که من شفا نمیدهم، شفا را الله میدهد. میگه به الله ایمان بیار، من دعا میکنم تو اینکه تو را شفا بخشد. وزیر به الله تعالی ایمان میارد، کودک دعا میکند و وزیر شفا میده. وقتی که وزیر پیش پادشاه میرد میگه خود تو کور نبودی؟ میگه برای کور بودم. تو کی شفا داد؟ میگه خدایم. میگه مگر غیر من دیگر خدای داری؟ وزیر میگه که من خدای من و خدای تو الله تعالی هست. میگیرد شکنجه میکند. وزیر کودک خبر میکشد، مجبور با کودک رو میارن. کودک رو اینچنین به همین شکل شکنجه میکنن. کودک با راهب دلالت میکند. راهب یعنی که مجبور میشود که دلالت کنه که هم راهب مرا این چیز را آموخت. و همین شکل راهب رو میارن و راهب رو شکنجه میکنن، از دینش نمیگردد و از فرق سرش اره میگذارن و راهب رو دو پرچه میکنن، میکشن. بعد اون پادشاه خطاب به همون وزیری که کور بود و شفا یافته بود میکنه، میگه که از اینت میگردی یا نمیگردی؟ میگه من از اینت نمیگردم. این چنین وزیر رو میگیرد، از فرق سرش اره میکنه، دو پرچه میکنه. نوبت به کودک میرسد. اینجا کودک رو به دو عسکرش میگه که این رو باید از بلندترین قله کوه پایان زنید اگر از اینش نگشت. کودک رو میبرن اونجا، کودک رو در قله کوه میبرن، پرتافتنی میشن که دعا میکنه، میگه که اللهم اکفینیهم بما شئت، یعنی الله تعالی ما رو کفایت کن خودت به هر راهی که میخواهی. اون مرد دیگه کوه به لرزه میدارد و اونها در نتیجه زمین لرزه شدن از کوه میافتن میمونن. کودک پیش شاه میآید. شاه این دفعه دو عسکر دیگه میفرستد، میگه که اینو برید در بحر، در میانی بحر برید با کشتی و اونجا او رو به آب غرق کنید، پس بیایید. وقتی میروند اونجا نیز با این دعای اللهم اکفینیهم بما شئت رو میخواند. اونجا نیز کودک خلاص میشود و اون دو عسکر خودشون غرق میشوند. پیش پادشاه میآید. پادشاه میگه که تو خیلی سون هستی، تو من هیچ کار کردم نمیتونم. میگه که تو وقتی که ما رو کشتنی شدی باید که مردم رو جمع کنی، همه مردم شهر باید اینجا جمع شوند و ما رو در یک ستون باید بندی و اونجا سرای خودت را میگیری یا اینکه تیر میگیری در کمان میگذاری و وقتی زدن میگی که بسم الله رب الغلام، یعنی که به نام خدای همین کودک. بعد میگه من میمرم و الا مرا کشته نمیتونه. این چنین پادشاه هم مردم دعوت میکند، کودک در ستون میبندند و تیر و کمان رو میگیرد و به نام خدای همین کودک میزند و تیر در گلوی کودک میزند. کودک در اونجا شهید میشود به اصطلاح. و
مردم وقتی که اینجور میبینن میگن که آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ما به خدای این کودک ایمان آوردیم، ما به خدای این کودک ایمان آوردیم و تمام مردم شهر ایمان میارن. ما اینجا برای شما دوستای عزیز بعضی عبرت ها از همین قصه را بازگو میکنیم. درس اول این است که دوستای عزیز ما نمیدونیم که نهال ایمان در کجا بزرگ بشه. برای مثال از خاندان نوح علیه السلام پیامبر بود، لیکن فرزندش برای خاطر کفر بودنش غرق شد. موسی علیه السلام از قصر فرعون برآمد و خیلی گفتیم آسیه نیز از قصر فرعون برآمد، از سریر فرعون برآمد. بنابراین ما نمیدونیم که نهال در کجا میره. بنابراین نمیشد که همچون یک معادله متماتیکی یک خاندان رو بها داد. ببینید چقدر فرق است بین فرعون و موسی علیه السلام و بین نوح و فرزند نوح و به همین شکل. درس دوم این است که تو هم میخواهی، الله تعالی میخواهد، لیکن الله اون چی که میخواهد اون رو پیاده خواهد کرد. یعنی با این چیز ما چی گفتیم؟ از این قصه معلوم میشود که کی فکر داشت که یک کودک میتواند که تخت پادشاه رو به لرزه درآورد؟ کی فکر داشت که حمزه که عاشق عرق بود اسدالله مشهود و لقب شیر خدا رو میده. خالد بن ولید در جنگ احد مسلمانان رو شکست داد. بعد از اون دیگر چندین بارها علیه پیامبر شمشیر برداشت، لیکن کی فکر میکرد که روز میرسد او رو سیف الله المسلول ببینن؟ یا اینکه اکرمه بن ابی جهل پیامبر خون او رو هدر کرده بودن، گفتن که حق مکه در اومده اگر ابو جهل فرزند چه دیدید اکرمه رو کشه، چون که وای جنایت ها علیه بشریت صادر کرده بود، بسیار جنایت های وزین نسبت پیامبر و اصحاب پیامبر صادر کرده بود. لیکن این مرد روز رسید که سرلشکری از همه تاریخ سازترین نبرد، یعنی نبرد یرموک بود، در یکی از اینکه جناح های همون لشکر یا قنات های همون لشکر. کی میگفت این چیزا؟ کی میتونه پیشگویی کنه این چیزا؟ اینکه عمر بن الخطاب، یعنی هم مردی بود که خودش بت میساخت، از خرما بت میساخت، عبادت میکرد، وقتی گوشتمون میخورد، لیکن با عادل ترین خلیفه مبدل شد. بنابراین اون چی که الله تعالی میخواد همون خواهد شد، نه اون چی که مردم میخواد. درس سوم این است که وقتی که الله تعالی علیه ظالم نبرد اعلام میکند، الله تعالی نبرد خودش را با یک سلاح به راه میاندازد که انسان تماما تصور ندارد یا اینکه شگفت زده میشود. برای مثال الله تعالی با آب فرعون غرق کرد، الله تعالی قوم عاد با شمال نابود کرد، الله تعالی نمرود را با یک مگس میدیک نابود کرد. یا اینکه میبینیم که الله تعالی با یک لفظ کن فیکون خودش، یعنی که پیدا شو با وجود آی، کارهایی را می انجام میدهد که انسان انگشتی حیرت میگذارد. یعنی که اینجا یک خدای است که مشکل کشا هست، خدای است که وزنده ها را به سبکی مبدل میدهد. درس چهارم این است که ایمان یک چیز عجیبی هست. وقتی که انسان ایمان میآورد به یک شخصی تماما دیگر مبدل میشود. اینجا این کودک رو دیدیم، از این پیش وزیر رو دیدیم که یک مردی بود که مردم مجبور به عبادت همین پادشاه میکرد، مردم ترغیب میکرد، رسانه رو مسخر میکرد تا اینکه مردم فقط در عبادت همین پادشاه باشن. 10 ساله ها در خدمت این پادشاه بود، لیکن در لحظه آخر وقت ایمان آورد، حتی همون وزنینی اره، همون دردی که اره به سر او، فرق سر او به جسم او میکرد، دیگر او احساس نمیکرد، بس به همون لذتی که از ایمان حاصل کرده بود. یعنی که پادشاهی که مردم نسل به نسل او رو عبادت میکرد، یک کودک اومد تخت او رو به لرزه درآورد، مردم رو در یک لحظه از کفر به ایمان منتقل کرد. یعنی که در حقیقت امر ایمان امر عجیبی هست. به همین نزدیک جادوگرای فرعون وقتی که از تمام مصر، از تمام منطقه آوردن تا اینکه مردم قانع کنن که موسی جادوگر است، و وقتی که جادوگرها همون حیله‌های خود را به پیش انداختند و در نزد موسی علیه السلام مغلوب شدند، سجده کردند و به خدای موسی هارون ایمان آوردند. فرعون گفت شما رو چه شده که از پیش خود ایمان آوردید؟ شما رو کی اجازه داد که ایمان بیارید؟ اونا گفتن که تو چیکار میکنی؟ فرعون گفت ما تو رو
دور میکشیم شما رو میکشم. گفت فقض ما انت قاض، چیکار میکنی کردن گیری، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اون چه دست تو میاد فقط حیات دنیا رو ما رو میگیری. چیکار میکنی ما حیات دنیا رو میگیری دیگه؟ چی از این تو مثلا خدای من نباشی، تو برای من جنت نتی، تو برای من دوزخ نتی، تو چی ما رو تهدید میکنی به این چیز؟ یه لحظه بینید سحر جادوگر بودن بیگاه شهید شدن در راه الله تعالی، چون حقیقت رو دیدند و قبول کردند، سرکشی نکردن، استکبار نکردن، خودشون رو بالا نگرفتن. بنابراین الله تعالی اونها رو به این مرتبه رسوند. این چنین یا مثلا عمر ابن الخطاب بینه میگه که یک در تاریخ خیلی انسان بود که مسلمانان رو شکنجه میکرد، فقط همون دعای پیامبر علیه السلام که گفتن که اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، به یکی از این عمرها دین خدا رو عزت بخشه الله تعالی. عمر ابن الخطاب دیگر مسلمان شد. وقتی که پیش پیامبر گفت که الاسنا علی الحق و هم علی باطل یا رسول الله، یعنی ایمان آوردن زمان گفت این کلمه رو. گفت چرا این شما پنهان بشیم؟ پیامبر گفتن که بله. گفت چرا پنهان شویم؟ بیاید آشکار میکنیم دین خود رو. و مسلمان‌ها برآمدن دو صف شدن، در یک صف حمزه، در یک صف عمر، برآمدن اسلام خود رو در مکه اعلان کردن. روزم اینکه ایمان در حقیقت انسان عجایبات میسازد در درون انسان. یا مملکتی میسازد که در اون فقط یک پادشاه هست، اونم باشد الله تعالی هست. بنابراین دوستو از این قصه هایی که اینجا دیدیم در حقیقت درک کردیم که کودکی که پادشاه میخواست که او را جایگزین جادوگر کند دعوتچی شد. کودکی که میخواست که توسط این کودک نیروی خودش را برای مردم نشان دهد، یک کودک را ضعیفی و بیچارگی ناتوانیش نشان داد. کودکی که میخواست برای خاطر پایه های تخت خودش را مستحکم کردن استفاده برد، آمد پایه های آن عرش را لرزش داد. این از سنت الهی، این از روش الله تعالی، روش معامله الله تعالی با ظالما. و انشاءالله امیدواریم که از این فایده‌ای که برای شما گفتیم استفاده کرده باشه و الله تعالی همه ما را نیکی های دنیا و آخرت را نصیب گرداند.